امروز قراره چی کار بکنیم؟ بچه‌ها برید از اونجایی که هممون میدونیم. فقط تویی که اونجوری فکر به نظرم می‌کنی. تو هم میدونی. منم خب آره تو بالاخره درکش بچه‌ها میکنی. منم میتونم تو هم ببین داری تواناییاتو نشون میدی. بچه‌ها هر چیزی یا اکثر چیزا هر چیزی بزرگش جذابه. خب تو میتونی الان یه مثال بزنی که یه چیز بزرگ خوب. ببین مثلا خب خیلی دوستان نمیخواد خیلی چیزا ازش میگذره میاد. بچه‌ها امروز میخوایم گنده ترین چیزا رو بخوریم. خب برو بزرگ تو بیار ببینم چیه. بزرگمو که نمیارم. بیا اینا انقدر میتونی جور کنی؟ این چیه؟ بستنیه. نیما خیلی خوشمزه. باش بیار ببین ببینم. 50 کیلو بستنیه. ناموسم میگی؟ بیار ببینم. بستنی من گندگی دیده بودی؟ همین تو حاجی چقدر خوشمزه. ببین اینو با بلندش کن. ببین با کامیون اینو برام آوردن. پشما. یعنی من میدونم که اینا یه چیزی میکشن قبل ویدیو ولی نمیتونم ثابت کنم.